الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. همچنان که در گذشته هم بیان کردیم و قسمت‌هایی از سنن امام دارمی را بیان نمودیم، اکنون هم ادامه آن، یعنی در واقع امام دارمی مطالب بسیار قشنگ و زیبایی در ارتباط با سنت و دفاع از سنت و پیروی نمودن از سنت بیان نموده که ما می توانیم حقیقتاً از آن بهره بگیریم. و همچنان که گفتیم امام دارمی در سال 181 هجری متولد شده و در 255 هجری وفات یافته، یعنی در آخر قرن دوم زیسته و در نصف اول قرن سوم وفات یافته. در اینجا یک بابی را برای ما بعد از اینکه فرمود، بعد از اون باب که فرمود پرهیز از پاسخ دادن در مورد چیزی که دلیلی در قرآن یا در سنت وجود ندارد. قبل از این هم فرموده بود باب اتباع السنه، یعنی بابی که در مورد پیروی نمودن از سنت است. در اونجا حدیثی را آورد و بعضی اقوال از اقوال اهل علم را آورد و در باب بعد از آن در مورد پرهیز نمودن از پاسخ دادن در مورد چیزی که نه دلیلی از قرآن وجود دارد بر آن و نه دلیلی از سنت. در اینجا هم این را بیان می کند کراهیت الفتیا، باب کراهیت الفتیا، یعنی فتوا دادن کار پسندیده ای نیست، مکروه است. یعنی به انسان باید پرهیز کند، فتوا ندهد بدون علم، یعنی بدون علم. اگر انسان در جای ضرورت داشت و نیاز بود که باید چیزی را بگوید، اون دیگه جای خود است، باید گفته شود. در اینجا مطالبی را بیان می نماید امام دارمی. در این باب حدیث 121 می فرماید، با سند خود نقل می کند از حماد بن یزید منقری. حماد بن یزید می فرماید حدثنی ابی، میگه پدرم به من گفته، یعنی یزید منقری به من گفته، جاء رجل یوما الى ابن عمر، میگه مردی روزی آمد پیش عبدالله ابن عمر، فسأله عن شیء لا ادری ما هو، در مورد چیزی از او سؤال پرسید، نمیدونم چی بود. فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن، فرمود در مورد چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده سؤال نکن، نیازی نیست. فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن، میگه من چون از امام عمر شنیدم نفرین میکرد از کسی که سؤال میکند در مورد چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی شما در مورد چیزی که اتفاق نیفتاده سؤال نکن، یعنی این میشه تکلف، نباید تکلف کنید. بعداً این نکته خیلی مهمه، نکته بسیار حائز اهمیت است. چیزی که هنوز پیش نیامده نباید انسان در مورد آن سؤال کند. اگر پیش اومد حتما در اون عصر اهل علم و فقها با آن پاسخ خواهند داد. دوباره امام دارمی اثر دیگری را برای ما نقل می کند
با سند خودش از امام زهری اون هم میفرماید بلغنا ان زید بن ثابت الانصاریه، میگه به ما رسیده که زید بن ثابت انصاری كان يقول اذا سئل عن الامر، هنگامی که از او سوال میشد در مورد چیزی میفرمود اکان هذا، آیا این چیز الان اتفاق افتاده وجود دارد؟ فان قالوا نعم قد كان، اگر میگفتن بله این هست وجود دارد، حدث فيه، در مورد آن سخن میگفت. حدث فيه بالذي يعلم، در مورد آن سخن میگفت با اون چیزی که با توجه به اگر در مورد آن علمی داشت در مورد آن سخن میگفت. والذی یرى، یا اون چیزی که نظرش بر آن بود در موردش پاسخ میداد. یعنی تا زمانی که با او جواب نمیدادن که این مسئله الان اتفاق افتاده پیش آمده، در موردش سخن نمیگفت و فتوا نمیداد. و ان قالوا لم يكن قال فذروني حتى يكون، اگر میگفتن این هنوز پیش نیامده، میفرمود پس منو رها کنید، از من این سوالو نپرسید تا اتفاق میافتاد. اگر اتفاق افتاد بعداً بیایید سوال کنید. خیلی مهم است. و دوباره قول دیگری میارد، اثر دیگری نقل میکند با سند خودش امام دارمی از داودم از عامرم میفرماید سئل عمار بن یاسر عن مسئله، میگه از عمار بن یاسر سوال پرسیده شد، در مورد چیزی سوال پرسیدند. فقال هل كان هذا بعد، آیا این کار اتفاق افتاده؟ قالوا لا، میگفتن نه هنوز. قال دعونا حتى تكون، میفرمود پس ما را رها کنید، از ما سوال نپرسید تا اتفاق میافتاد. فاذا كانت تجشمناها لكم، اگر اتفاق افتاد دیگه ما در آن، مثل این که میگه تجشمناها، یعنی با سختی در آن وارد خواهیم شد، یعنی دیگه مجبور هستیم، چاره ای نداریم، باید پاسخش را بیابیم، بدون پاسخ این مسئله نمیگذاریم. این است که اهل اجتهاد و اهل علم این روششون است که تا چیزی اتفاق نیفتاده در مورد آن سخن نمیگویند. باز امام دارمی با سند خود نقل میکند از طاووس هم میفرماید قال عمر على المنبر، امام عمر بر روی منبر میفرمود احرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن. میفرمود یعنی کسی که احرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، یعنی من کسی که سوال می کند در مورد چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، من او را برحذر می دارم از این کار و اگر چنین کند گناهکار خواهد شد. چرا؟ فإن الله قد بین ما هو کائن، چون پروردگار اون چیزی که قرار است اتفاق بیفتد در موردش فرموده. یعنی ما چیزی نداریم که اتفاق بیفتد و در قرآن و سنت پاسخی برای آن نداشته باشیم، چنین چیزی وجود ندارد. مطلب دیگری که باز امام دارمی با سند خودش نقل می کند از سعید، اون هم از امام ابن عباس میفرماید ما رأيت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرماید من کسی را ندیدم، هیچ قومی را ندیدم که بهتر باشند
از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض. سبحان الله. میگه از رسول الله سوال نپرسیدند جز در مورد 13 مسئله. تا زمانی که وفات یافت تنها 13 مورد مردم از رسول الله سوال پرسیدند که در قرآن اومده یسألونک عن الشهر الحرام، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ينفقون. یعنی سوالات اونها همه آن که در قرآن وجود دارد 13 تا مورد است، بیشتر نبوده. میفرماید کلهن فی القرآن، این 13 مورد همش در قرآن هست. مثلا از جمله یسألونک عن الشهر الحرام، در مورد ماه‌های حرام از تو سوال میکنند. در یسألونک عن المحیض، در مورد اگر زن در حالت قاعدگی باشد و دوره ماهیانه باشد آیا چگونه باید با او نزدیکی شود، یعنی در این مورد سوال میکنند. بعدا مطلب آخر میفرماید قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، آنان سوال نمی پرسیدند مگر در مورد چیزی که برای آنها نفعی داشته باشد، یعنی چیزی که برای آنها سودمند نبود در موردش سوال نمی پرسیدند. خیلی زیبا، خیلی قشنگ و زیباست این نکته. یعنی میگه اگر مردم مثلا در عصرهای اخیر مومی بود شاید 1000 تا یسألونک در قرآن وجود داشت. یعنی اون مردم بهترین مردم بودند که سوالهای کمی پرسیدن و سوالهای مهم میپرسیدن، سوالهای پرسیدن که خیلی مهم، ولی تنها 13 تا مورد است. در مطلب دیگری که امام دارمی باز بیان می کند با سند خودش از عمیر بن اسحاق می فرماید لمن ادرکت من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر ممن سبقنی منهم. میگه اون تعداد از اصحاب رسول الله که من آنها را ملاقات کرده ام بیشتر هستند از افرادی که ملاقات نکردم. یعنی اون افرادی که از دستم رفته و قبلا وفات کردن و من آنها را ملاقات نکرده ام کمتر هستند از اون افرادی که من آنها را ملاقات کردم. یعنی تعداد بسیار زیادی از صحابه را من ملاقات کردم. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از نصف صحابه را من دیدم، بیشتر از نصف. پس این نکته خیلی مهمه. حالا ببینیم چی میفرماید. فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. میگه من هیچ قومی را ندیدم که سیره آنها آسانتر باشد و سختگیری آنها کمتر باشد از آنها. یعنی هیچ کسی ندیدم اینقدر آسانگیر باشند و بدون تکلف باشند. اهل تکلف نبودند. این که شما چیزی اتفاق نیفتاده بیایید در موردش صحبت کنی، این یک نوع تکلف است، هیچ معنی ندارد. یعنی دارید در مورد چیزی سخن میگویید که هیچ بی‌معنی است. خیلی مهم است. این مسائل خیلی مهم و ضروری است برای ما مسلمانان. بعداً مطلب دیگری که امام دارمی با سند خودش بیان میکند از رجاء فرزند ابو سلمه، از رجاء فرزند ابو سلمه میفرماید سمعت عبادة بن نسین الکندیه، میگه من از عباده فرزند نسی کندی را شنیدم، از او شنیدم. و سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولی، سؤال پرسیده شد در مورد زنی که میمیرد در میان قومی
که اون لیس لها ولی، که آن زن برای، یعنی ولی برای آن وجود ندارد. حالا باید این زن چجوری باید مسئله غسل و کفن و دفن و بقیه کارهایش باید چگونه انجام بگیرد. فقال ادركت اقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. فرمود من اقوامی را دیدم که مانند شما سختگیر نبودند و مانند سؤالشان مانند شما سؤال نمی پرسیدند. یعنی در اینجا دارد سؤالی می پرسد که هنوز اتفاق نیفتاده. میگه اگر فرزن کسی وفات کند در میان قومی که و اون قوم مثلا محرمی برای اون زن وجود نداشته باشد، چی باشد؟ میگه آیا اتفاق افتاده یا نه؟ نیفتاده. وقتی که اتفاق نیفتاده نیازی نیست که سوال کنید، منتظر باش، اگر چنین چی اتفاقی افتاد در موردش صحبت خواهیم کرد. بله، این در کتاب مثلا فقه این مطلب بیان شده. میگه اگر اینجوری باشد حتی میشه نیازی نیست که لباسهایش را بیرون آورده شود و همینجوری دفن می شود. و بعضی میگوین همینجوری مثلا ابروش ریخته می شود و نهایتا دفن می شود تا بدنش نباید لخت شود و در لباس خودش کفن می شود. مورد دیگری که بیان می کند امام دارمی با سند خودش مطلب دیگری بیان می کند از رجای ابن ابی سلمه، همون مورد مثل مورد قبلی، یعنی با همون سند قبلی می فرماید خالد بن حازم برای من نقل کرد، اون هم هشام بن مسلم قرشی فرمود كنت مع ابن محیرز بمرج الدیباج. میگه من با ابن محیرز بودم در مرج الدیباج، این اسم جایست. میگه فرأیت منه خلوة فسألته عن مسألة. میگه دیدم یک لحظه اولا احساس کردم که تنهاست، کسی همراهش نیست و انگار مردم مجال نمیدادن، ولی یک لحظه دیدم که تنهاست و کسی نزدش نیست. از او پرسیدم در مورد چیزی. فقال لي ما تصنع بالمسائل. فرمود این سؤالها برای چی میخوای؟ قلت لولا المسائل لذهب العلم. میگه اگر سؤال نباشد دیگه علمی وجود ندارد، علم باقی نمیماند. قال لا تقل ذهب العلم انه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن. گفت نگو علم میرود و از بین میرود. علم از بین نمیرود تا زمانی که قرآن خوانده شود، یعنی تا زمانی که مردم اهل قرآن باشند قرآن علم از بین نمیرود. ولكن لو قلت يذهب الفقه، اگر میگفتی اگر سؤال نباشد دیگه فقهی وجود ندارد، بله، وگرنه علم اصل علم قرآن است، علم وجود دارد، اما ممکن است اگر سؤال وجود نداشته باشد و کسی سؤال نپرسد دیگه بسیاری از مسائل فقهی و مسائل دقیق مردم نمیفهمند و درک نمی کنند. این درسته، اما در مورد چیزی باید سؤال کنید که اتفاق افتاده. که چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده در مورد سؤال نکن تا ما خود را به زحمت نیندازیم برای آن، چون وقتی که ما الان جوابش بگیم بعداً چه فایده ای دارد وقتی که هنوز اتفاق نیفتاده. آخرین مورد در این مسئله، در این زمینه، امام دارمی با سند خودش از امام شعبی نقل می کند، می فرماید ان عمر، امام عمر قال یا ایها الناس، امام عمر فرمود ای مردم، انا لا ندری لعلنا نأمركم باشیاء لا تحل لكم. گفت ما نمیدونیم،
ممکن است ما شما را به چیزی دستور بدهیم، به چیزهایی که حلال نباشد برای شما. ولعلنا نحرم علیکم اشیاء هی لکم حلال. ممکن است که ما چیزهایی را بر شما حرام گردانیم که حلال باشد. این آخر ما نزل من القرآن آیت الربا. فرمود آخرین چیزی که از قرآن نازل شد آیه‌ای بود که در مورد رباست. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یبینها لنا حتی مات. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تبیین نساخت تا وفات یافت. فدعوا ما یریبکم الی ما لا یریبکم. فرمود چیزی که شما را به شک می اندازد رها کنید و چیزی را بگیرید که هیچ جای شک و شبهه نباشد. یعنی این که انگار امام عمر بر این باور است که تفصیلات و جزئیات احکام ربا هنوز آنچنان که شاید و باید است تبیین نشده و چون مسائلی از آن مربوط به آینده هست که در آینده باید اتفاق بیفتد، که الان مثلا ما مسائل خیلی زیادی در مورد ربا مطرح است که در گذشته وجود نداشته. در گذشته ربا به صورت خیلی ساده و خیلی معمولی و خیلی عادی وجود داشت. کسی پولی به کسی میداد دستی و بعدا از او مثلا پول اضافی میگرفت، این میشد ربا. ولی امروز ما نگاه میکنیم با مؤسساتی در ارتباط هستیم، با سازمانهایی، با مؤسسه هایی در ارتباط هستیم. ورد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد. ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آلود باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد،
محمد ورد زبانم خدا نام محمد نام محمد نام محمد بگذشتم من عیش جهان را عیش جهانم نام محمد عیش جهانم خدا نام محمد نام محمد نام محمد آرام جانم نام محمد ورد زبانم نام محمد ورد زبانم خدا نام محمد نام محمد نام محمد آرام جانم نام محمد ورد زبانم نام محمد ورد زبانم خدا نام محمد نام محمد نام محمد با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. امام دارمی در باب گذشته در مورد این سخن گفت که کراهت دارد انسان فتوا دهد، یعنی خاصتا در مورد چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. و در اینجا یک باب دیگری که امام دارمی باز بیان می کند بسیار قشنگ و زیباست که به آن می پردازیم. می فرماید باب من هاب الفتیا و کریه التنطع و التبدع. می فرماید این هم بابی است در مورد کسانی صحبت می کند که از فتوا دادن می ترسند و تنطع و تکلف و زیاده روی کردن را نمی پسندند و تبدع، یعنی هم تنطع هم تبدع را نمی پسندند، یعنی بدعت آوری و نوع آوری در دین نمی پسندند. در اینجا مطالبی را بیان می کند، از جمله امام دارمی در حدیث شماره 130 می فرماید سلم بن جناده به ما خبر داد، اون هم گفت ابن ادریس از عمویش برای ما بیان نمود، فرمود خرجت من عند ابراهیم فاستقبلنی حماد. میگه من از نزد ابراهیم نخعی بیرون رفتم، حماد بن سلمه، چون ما دو تا حماد داریم، حماد بن سلمه و حماد بن زید که هر دو تقریبا معاصر هم هستند و هر دو تا عالم بزرگواری هستند. میگه حماد روبروی من آمد، فحملني 8 ابواب مسائل فسألته. میگه منو وادار نمود به 8 باب و 8 مسائل، فسألته و من از او پرسیدم، فاجابني عن 4 و ترك 4. میگه در مورد این 8 مسئله 4 تا را به من پاسخ داد و 4 تای دیگر
جواب نداد. روزی یادم هست شیخ عثمان خمیس ازش سوال پرسیدن در مورد بیت کوین. به نظرم بیت کوین بود سوال ازش پرسیدن، گفت نمیدونم. سوال بسیار قشنگ و زیبا. انسان وقتی که در مورد چیزی علم به آن ندارد بهتر است پاسخ ندهد. مورد دوم، امام دارمی بیان می کند با سند خود از زبید، می فرماید ما سألت ابراهیم عن شیء الا عرفت الكراهیة فی وجهه. میگه من هیچ سوالی از ابراهیم نخعی، هیچ سوالی نپرسیدم یا در مورد هیچ چیزی نپرسیدم مگر اینکه در چهره او ناخوشایند احساس کردم. یعنی احساس کردم که از این سوالها یعنی خوشش نمی آید. یعنی نه اینکه بدش بیاید که تو از چیزی بپرسید، منظورش این است که میداند میترسد چیزی را بگوید که درست نباشد. اینا علما بودند، عالمان بسیار بزرگی بودند. امام ابراهیم نخعی یکی از این بزرگواران است که امام بخاری به تفصیل، یعنی در میان صحیحش کسی که مرتب از او قول نقل می کند ابراهیم نخعی است. یک مرد بسیار بزرگوار و عالم بسیار توانایی است. و بعدا قول دیگری برای ما نقل می کند، اثر دیگری از عمر بن ابی زائده می فرماید ما رأیت احدا اکثر ان یقول اذا سئل عن شیء لا علم لی به من الشعبی. سبحان الله. میگه من هیچ کسی را ندیدم بیشتر به اندازه شعبی اگر ازش سوالی بپرسند بگوید لا علم لی به، بگوید من نسبت به آن علمی ندارم. لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. امام شعبی هم یکی از اون امامان بزرگوار است که در دفاع از سنت و جمع احادیث در واقع ید والا و ید طولایی دارد. امام دارمی باز نقل می کند از ابن عون. ابن عونم یکی از راویان و جامعین احادیث است. می فرماید سمعته یذکر، ابو عاصم می گوید از ابن عون شنیدم که می گفت کان الشعبی اذا جاءه شیء اتقى. میگه شعبی هرگاه چیزی برایش می اومد یعنی سعی می کرد، پرهیز می کرد، سوالی برایش می اومد. و کان ابراهیم یقول و یقول و یقول. اما ابراهیم نخعی می گفت و می گفت و می گفت، یعنی در مورد آن سخن می گفت. قال ابو عاصم كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. ابو عاصم میفرماید شعبی در این مورد بهتر بود نزد ابن عون از ابراهیم نخعی. یعنی امام شعبی بیشتر پرهیز میکرد، در حالی که ما قبلا هم گفتیم در مورد ابراهیم نخعی چگونه بود که از 8 مورد که از او سوال میپرسیدن در مورد 4 تاشان گفت نمیدونم. در 4 موردشون سوال جواب داد. یا مثلا گفتیم زبید گفت من از ابراهیم نخعی در هیچ موردی سوال نکردم مگر اینکه احساس ناخوشایند در چهره او مشاهده نمودم. با وجود این میفرماید شعبی بیشتر پرهیز میکرد از پاسخ دادن. و این ورعی است که خیلی ضروری است. امروز نگاه میکنید هر انسان جوانی، هر کسی که مختصر علمی، نه علم اصلا هیچ، یعنی یک طالب علم بسیار پایین و ابتدایی است، برای خودش یک ریش و پشمی را برای خودش ساخته، یک شخصیت و نمیدونم عبا و عمامه برای خودش درست کرده و یک ابهت و شخصیتی برای خودش درست کرده و داره مرتب فتوا میدهد و مردم فکر میکنن این دیگه
مثلا شافعی زمان زنده شده، در حالی که 1000 شافعی علم ندارد، 1000 شعبی علم ندارد، 1000 ابراهیم نخعی علم ندارد. 1000. نبگو این مبالغه نیست، این حقیقت هست. 1000 اونها علم ندارد، ولی نگاه میکنید دارد شلوغ کرده فضای مجازی را فول کردن. افرادی که به درستی راست و چپ خودشون هم نمیشناسند دارن فتوا میدهند و صحبت میکنند و در مسائل بسیار بزرگ صحبت میکنند و فتوا میدهند. خیلی مصیبت بزرگی است. دوباره امام دارمی برای ما بیان میکند از جعفر بن ایاس میفرماید گفتم به سعید بن جبیر رحمه الله ما لك لا تقول في الطلاق شيئا. گفتم به سعید بن جبیر چه چیزی شده؟ چرا در مورد طلاق هیچی نمیگویید؟ قال ما منه شيء الا قد سألت عنه. گفت مسائل طلاق چیزی وجود ندارد مگر اینکه در مورد همه اش من سؤال پرسیدم و علم دارم به آن. ولكني اکره ان احل حراما او احرم حلالا. اما من میترسم حرامی را حلال کنم یا حلالی را حرام کنم. امام سعید بن جبیر این مرد بزرگوار که به وسیله حجاج بن یوسف ثقفی اعدام شد و شهید شد. این هم از امام سعید بن جبیر. دوباره امام دارمی مطلب دیگری برای من نقل می کند از طریق عطای بن صائب که یک تابعی بسیار بزرگوار و یک مفسر بزرگ و عالم بسیار بزرگی است. یعنی یکی از علمایی است که وقتی که میگن شافعی اینجوری میگه، میگن عطا هم اینجوری میگوید. شافعی، مالک، ابو حنیفه، احمد و عطا. عطای بن صائب میفرماید سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى. از عبد الرحمن بن ابي ليلى که در طراز امام مالک و امام شافعي است، يقول لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار. الله أكبر. میگه من در این مسجد 120 تا از انصار دیدم. و ما منهم من احد يحدث بحديث. من البته من اون که گفتم عبدالرحمن بن مهدی بود، یعنی عبدالرحمن بن ابی لیلی است که این متقدمتر و بزرگتر است. این تابعی است، تابعی بزرگی است که 120 تا از صحابه انصار دیده. اون ذهنم برای عبدالرحمن بن مهدی رفت. میفرماید و ما منهم من احد يحدث بحديث. هیچ کدوم ندیدم که حدیثی را بیان کند الا ود ان اخاه کفاه الحدیث، مگر اینکه آرزو داشت برادر دیگرش این حدیث را بیان کند. یعنی هیچ کدوم رغبتی نداشتند اون حدیث اونها بیان کنند، بلکه اگر کسی دیگر از اون اصحاب مطلب را بیان میکرد، اونها آرزویشون این بود همین مطلب کسی دیگری بیان کند. ولا يسأل عن فتيا الا ود ان اخاه كفاه الفتيا. و هیچ کدوم از اونها در مورد فتوایی از او سوال نمیشد مگر اینکه آرزو داشت اون فتوا کسی دیگری بگوید نه خودش. یعنی آرزو میکردن یکی دیگر از اصحاب جواب بدهد. سبحان الله، ما شاء الله. و باز امام دارمی میفرماید از با سند خودش نقل می کند از داود، میفرماید سألت الشعبیه. از امام شعبی پرسیدم کیف کنتم تصنعون اذا سئلتم. میگه هنگامی که از شما سوال میپرسیدند چه کار میکردید؟ قال علی الخبیر وقعته. میگه بسیار سوال قشنگی کردید
بر کسی افتادی، یعنی سؤال از کسی پرسیدی که متخصص جواب این سؤال است. الله اکبر. على الخبیر وقعت. كان اذا سئل الرجل قال لصاحبه افته. میگه این گونه بودیم، اگر کسی از او سؤال میشد به برادرش میگفت شما جواب بده، به دوستش میگفت شما جواب بده. فلا يزال حتى يرجع الى الاول. یعنی در بین همه میگشت تا به اولین نفر برمیگشت. یعنی اون میگفت موکول میکرد به شخص سمت راست خود، اون هم میگفت به سمت راست خود، اون هم میگفت نه تو جواب بده، اون هم میرفت تو جواب بده، تو جواب بده، تا میومد به همون شخص اول. اینها این گونه بودن. کسی راغب نبود که در مورد آن پاسخ بدهد، بلکه این پاسخ در بین همه میچرخید و کسی حاضر نبود به جواب دادن. هر کدوم آرزو میکرد دیگری جواب این سوال را بدهد. الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. ما چقدر امروز به چنین چیزی نیازمندیم. امروز هر کس آرزو دارد خودش پاسخ سوالی را بدهد. اگر کسی هم از او سوال نکرده باشد خودش وارد می شود و خودش را وارد آن می کند تا سوال جواب بدهد. سبحان الله. بعداً امام دارمی مطلب دیگری بیان می کند. از طریق میگه احمد ابن حجاج با ما خبر داد، اون هم میگه سفیان از ابن المنکدر، اون هم فرمود ان العالم، یعنی محمد ابن المنکدر میفرماید ان العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. میگه عالم خود را در بین خدا و بندگان خدا قرار میدهد، یعنی انگار واسطه است در بین خدا، در بین خدا و در بین بندگانش. پس فلیطلب لنفسه المخرج. هر چیزی که میگوید کاری کند راه خروجی برای خودش باقی بگذارد. چون اگر اون مطلبی را بیان میکنی درست نباشد، در این وسط میمانید، راه خارج شدن دیگه ندارید. لا حول ولا قوة الا بالله. مطالب بسیار زیاد است. انشاءالله سعی میکنیم این مسائل را در جلسات بعد به آن بپردازیم که خیلی به آن ضرورت داریم امروز. والسلام علیکم و رحمت الله.